فرید. سلام علیکم. اوه سلام علیکم. اوه شفتاشون چه خیلی تو شوفدی اوه خیلی خوب بود ریاکشن امین جون نگاه کن. درود حالتون چطوره؟ سلام خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در چنل پریفان میوزیک. پریسا هستم، خوش اومدید به چنل خودتون. بندم که سینا هستم، ارادتمند نگاهی مهربون شما خوبان. ما برگشتیم با یک برنامه زیبا از امین جان عزیز، رفیق قدیمی خودم. قراره بریم همراه شیم با کلی سورپرایز، کلی بداهه نوازی، آهنگای زیبا و حس خوب. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. بسیار امین جان شوخ طبع هستن آفرین. و هنرمند، هم نوازنده هستن، هم صدای خوبی دارن و چی نوشته؟ دختران ایرانی امین جان رو شکست دادن. قراره زاکر جان هم در کنار امین ببینیم و امیدوارم که تا انتها با ما همراه باشید. حاضرید؟ دنیای گپ از زیاد نمیکن دوستان عزیز. پایان در خیلی که میبینین اینستاگرام ما اکا زاکر جان پیدا میشه. میدونیم هم کسا پادپیشات هم میکنیم، دستگیری میکنیم. خیلی لایک پک شد بگو بمونن اکا جان. همه کسا دوستانی عزیز ویدیو رو اولش تا آخرش تماشا میکنیم. نفره که یکم برمیان در صفحه ما حتما ابونه بشین و دستگیره ایتون برورین. زنده باشین دوستانی عزیز. همه کسا ویدیو رو اولش تا آخرش تماشا میکنیم. چند دقیقه زوری بعد اومدگی برادرو ویدیو رو همه کسا میکرد 1000 لایکش کنین. با پگاه دیگه در خدا خواه با ویدیو نما پیشکش شما میکنیم. زنده باشید. بچه‌ها من 4 سال پیش در چنل پریفان یک ویدیو، اولین ویدیوی ریاکشنمون بود، با مهدی جان بودیم اون موقع. گفتم که این ویدیو 1000 تا لایک بخوره مثلا من موهامو فلان میکنم. بعد تموم که شد مهدی دوستمون گفت که 1000 تا لایک، الان مثلا چنل‌های سنگین هم 1000 تا لایک نمیگیرن و 2 سال زمان برد که اون ویدیو 1000 تا لایک خورد. اینو می‌خواستم بگم اولین ویدیو کانالت اولین ویدیو کانال من خیلی نمیدونستم چجوریه و اولین کار گفتم که اگر 1000 تا لایک بخوره 2 سال طول کشید خلاصه. آخ خاطرات. رفتیم. بریم. بچه‌ها 1000 تا لایک میخوره به نظرتون ویدیوی من الان؟ سلام علیکم. خوبی خانم؟ ممنونم، سلامت باشی. چیکار میکنی؟ نشستم تو ماشین. کجا رفتی سعی؟ یگان کار داری؟ ناره بچه کجا هستی؟ هموطنم. افغانستان؟ آره. ما از تاجیکستان. من سریا. اسم من زاکی، دوستم امین جان. خوشبختم. ما نیز خوشبخت هستیم. یک آهنگی احمد ظاهر بخونه گوش میدی؟ بله. Let's go. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده. مادر من گوهر من اختر من باز به من ده. مادر من اختر من گوهر من باز به من ده. خوب بود؟ عالی. من اصلا این آهنگ رو تا حالا از احمد ظاهر نشنیده بودم. چقدر قشنگ، ولی چقدر متاسفانه زیباست. ریاکشنش رو نرفتیم. خیلی قشنگ. اسم خود آهنگم مادره، درسته؟ فکر اگه کنم. اشتباه نکنم خیلی اسمش صدای قشنگی داره. آفرین. زنده باشید. تشکر خانم سربنا بود. واقعا انرژی خوبی بهم داد. لذت بردم. سلامت باشید. الان در کجا قرار داری؟ من ایرانم، بوشهر. خوبه. سوریا؟ بله. برادر من برای یک آهنگ ایرانی بخونی. آها. اینا میگه سورپرایز به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی. میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره. به
من بگو بی وفا حالا یاره که هستی خزان عمرم رسید نوبهاره که هستی میخوام برم دور دورو دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزامو میشماره. ماشاءالله هزار ماشاءالله صداشون که عالی. هر دوشون خیلی دارن جوانتر میشن. این ویدیو که از ویدیوهای به نظرم خیلی وزن کم کرده. نه آره چون چند تا ویدیو کلیپ خیلی باحالم اون موقع داد و ما ریاکشن کردیم و اینا، ولی یه کمی توپل ماپل‌تر بود. آره وزنش بیشتر بود ولی ماشاءالله بزنم به تخته هر دو انگار خیلی جوانتر شدن. آره بخون. بسیار خوب میشه. کاملا بوشهری ها. مال شهریه که توش زندگی میکنم باشه. اوکی. مو بوشه میروم سی همیشه. صداش خوبه. میروم سی همیشه. کسی اینجا دلش سیم تنگ نمیشه. کسی اینجا دلش سیم تنگ نمیشه. مو بوشه میروم سی همیشه. کسی اینجا دلش سیم تنگ نمیشه. کسی اینجا دلش سیم تنگ نمیشه. ریتم هم گرفت براش ذاکران. به نظرم بوشهر به دنیا آفرین زنده باشی. بهترین صدا داری. مرسی. نه اونقدرام خوب نیست. نه خوبه. بسیار زیبا. قشنگ بود صدات. عزیز سلام علیکم. بیدار خوبه. شید. سلام. خوبی؟ How are you? مرسی. I am good. ما از جایی. تاجیکستان هستیم. یه آهنگ میدارم که دخترم. آره. دختران ایران فرمان. هستین؟ بله. اسم دخترت چیه؟ ستاره. ستاره دختر خودتی؟ بله. دخترتو به من نمیدی؟ تو واسه دختر من چی کار میکنی که من دخترم رو من خانه ماشین با تیلوش در جایش ما چی میتقلیم؟ چی؟ همون هر چیزی که شما بس هم می‌خواید. خدر خانه ماشین تیلاواری. طلا خدا همه چی داری؟ بله. دخترم میبری در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه زندگی میکنم. خیلی هم دخترم خوبه. تو خودت میبری؟ آره شما رو هم میارم خانه. خاله چند؟ دخترم خیلی گیتار دوست داره. تولدشه گفتشه گیتار رو میخری؟ نگاه کن اینا گیتارم واسهش توفه. ای خدا. چند سالته؟ چند میخوری؟ خیلی دوستش دارم همینجور. بعد ذاکر همیشه میگم خیلی بانمکه ذاکر خیلی مؤدب و نه اینکه جدی بی‌ادب و- باشه همینجور خیلی چرا؟ بانمکه ولی خیلی ذاکر متانت داره ذاکر آره. حالا همینجا نمک داره. چند سالته؟ چند میخوری؟ ای خدا چه بومزه. 22. پدر در آمد. من 23 سالش دارم همین ماه. حالت بابانم دخترت چند سال است؟ من 18 سالشه. 18. الکی وقتی عالی. شوهر کردن است. بهترین سن اونجا دخترات شوهر میکنن. اما 18 شد از 18 بالا میرم. تو میای ایران. آره میرم ایران خواستگاری. کی میای بلوخه یه چیزی هم خی بگو. بیام. آلی به کجا بر آلی ببینم دختر تا وای دخترت یک بار بینیم ندیدیم. ذاکر همون جوری انتخاب کرد. مرسی ذاکر خیلی خوب بود. وای قشنگ ببینم بعد امین جان که امین جان قشنگ. دلش رفت خود ذاکر هم قشنگه. امین گفت نه ذاکر گفت وای دخترت یک بار بینیم ندیدیم دخترت. بعد دختر کن قشنگ. امین آه، گفت امین گفت. بیا برای شماره واتساپ تو بذاری. باشه تموم شد. من در ارتباط باشی. باشه ازی از کدوم شهرین؟ ما تهران. آه خوبه. داداشی من یک آهنگ ایرانی میخونه واسه شما. بعد من تاجیکی میخونم باشه. کیف میکنی قربان. اینجا یه چیزی تایپ کنی که این نپره. این همه کدومتونه؟ امین میخوای من دامادتون شم یا زاکی؟
شما انتخاب کن. نه شما سفید دامادم شد. من علکه داماد شما. لباس سفیده. من فردا با ایران میرم. فردا از دست من میری، از دست تو میری. آوازه را کشتر بید. مرسی، زنده باش. تشکر زیاد، زنده باشین. گم سکن بخونم یک آهنگی. ببین ساکر الان چیز شده. بعد از خوندنه بیشتر علاقه من شد خانومه. میدونی آره چی زاکر میگم؟ معذب شد، گفت حرف بزن دیگه. آره، گپ بزن آره. تو گپ بزن. گم سکن بخونم یک آهنگی تاجیکی. برو بریم شاد بخون. ای در کوچه صدای نم نمی بارانای، ای دل در قفسی سینه عجب لرزانای، در شهر همه بخوابی نازند ولی یک عاشقی دل شکسته سرگردانای، صدقه ای ناز نگاهت شومی، بسته ای روی چماهت شومی، صدقه ای روی چماهت شومی، بسته ای زلفی سیاهت شومی. باور که اینترنت گنده سسته اختار میدونین چه خیلی سست کار میکنه. خیلی موبایل ایران دبای هم خونده است مشکل که داره. میچسبه عروس یکی پرید. با وقت چون یک معقول شون نمیشه هم میگذارن خیلی اهمیت ندیم. ما هم کوشش کردیم برای شما نشدیسته. زنده باشید. دلش بریم. خیلی آنا خوبی. گوش. فقط کاش شماره‌تو گذاشته باشی چون گفت واتساپ قراره دخترم بهت زنگ نه دیگه بزنه. اینستا اینو با باش. هم در ارتباط دلش هستن. بریم. آنا گوش. او سلام علیکم. چی شد؟ خیلی خوب بود سورپرایزش. چرا؟ کدومشون زد؟ ضعیفه. آها اینترنت خودشون. ضعیفه که اون پرید. سلام علیکم. اوه سلام علیکم. اوه شتاشم. این چه خیلی تو. تو کدی او ای وای، خیلی خوب بود ریاکشن همینجور نگاه کن. شوکه شدن. وای این برای از دست آقا شما هستن، دوتا. نه؟ بله آره بله. این پسره ولی خب دیگه. شتاشم. این چه خیلی تو. تو کدی او چیپس پفک ایران. I am fine thank you. How are you? Thank Where are you you. from? Where? ادامه شو نمیدونم دیگه دوست فارسی حرف بزن. چی بخونم؟ سودا میکنی؟ آره مگزین ده سودا میکنی؟ سودا مگزین چیه؟ فروش مغازه. مغازه. چی را بی؟ سیمیچکا آفتاب پرست. پفک اون چیه؟ پفک سمچکا پایو. چی تو بله. علایی؟ نه چی میگیش؟ تخمه چی میگیش شما؟ تخمه چی؟ تخم. تخمه تخم نه تخمه. فهمید الان فهمید. وای. اولش با تخم مرغ قاطی کرد. نگاهش کن. تخم. تخم نه. تخمه. باشی. اینا ما ایرا چی بگیم؟ آفتاب ما ایرا آفتاب پرست ما هم میگیم. همونه. دانه آفتاب پرست. آخه آفتاب پرستم حیوونه. اون پس چی میگن؟ گردونه آفتاب دیگه. گردون گل آفتاب گردان. گردونه. آره گل آفتاب پرستونه که رنگ عوض میکنه مثل مارمولکه. حالا مارمولک چیه؟ کشور خوبیه؟ بله. ما تاجیکستان هستیم. تاجیکستان به اینجا زده روسیه. آره ما- این اکانت روسی است. مردم کجا هستی؟ ایران بیا. Let's go. گوش بده. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو برای حالم وقتی باهات راه میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر رو کردم همه دنیا را تا پیدا شد، توی قلبم دنیای تو، دل با مونده من. تو بخون دیگه،
خیلی صداهاتون خوشه، خیلی صداهای خوبی دارین در کنار اکتتون، خوشقلبیتون، باحال بودنتون و طنزتون. واقعا صداهاتون قشنگه. آخه گوشه یه نفر هم شیرین باشه هم نمک باشه. آره خوش صداست و کمن کسانی که توی مثلا مینی چت و این لایوهای این شکلی واقعا هنرمند واقعی باشن. این هنره، خیلی هنر. ببین چه اوجا تو دل ما بخونده من. زنده باشی. سلام علیکم. علیکم سلام. هندونه. вообще петух я не понимаю. خیلی نامردی بود. امین جان اگر یک نفر یک همچین شوخی با من بکنه ببین اصلا مغزم جواب نمیده، دسته که میاد بالا میره تو صورت. خیلی کار بدیه. تو رو خدا بچه ها هیچ کس این کار رو نکنید، گوش خیلی بده. وای Вообще петух я не понимаю, почему у людей это петух, там это как оскорбление. سلام علیکم. سلام علیکم. اوه ناشرگید نشیده. اون لوای یگان چیه؟ توربای 8. بس سلام علیکم. داشتی جون. بس در کجای برادر؟ ایران کجا؟ کدام شهر؟ همین تهران هم خیلی ها. تو یک او طرف ایشون ده او طرفه. دوربینو بگیر اون. یک گیر اطراف. این تهران نیست. اوه. تهران نیست، تهران. اینجا افغانستان آیا؟ مازندران کجا اینجا؟ نه راست میگه، همون اطراف تهران. آخی هم برام میدونه اگر همین سخوات توش نرفته. کوههای اطراف. آبادی مکان. آرام گرنی. نگه کجا رفت روسیه ببینیم. روسیه رو ببینی؟ آزی یه لحظه. روشش بقول بس. میخواد برش نشون بده. روسیه رو دیدی؟ نامرد. خیلی خوب بودم اینجا. چه حوصله شده بلند شده از جاش. روسیه رو دیدی؟ بله. روسیه خوب بوده؟ چی بیا رفتیم. چی آهنگ برادر؟ چی گوش میکنی؟ تو این توی کم جان و جهان عروس موزندرانی دمیدی دل دندن دل می ساعتران سیارمو میگردم کسی نمیدونه دردم ظاهر شادی داره اما دوستانی عزیز با همین ویدیو ما با آخر رسیدک. امیدواریم که با شما پسند اومدک ویدیو. همه کسا دستگیری میکنیم، لایک میمونیم، کامنتر هم میکنیم و ویدیوی نو با انتظار میشیم. خدا نگهبانتون. خدا نگهبان. خدا نگهبان معروف تاجیکی. چقدر قشنگ. خیلی خندیدیم. خیلی کیف کردیم. خیلی باحال. خیلی انرژی گرفتیم. دمتون گرم باشه. کلی ویدیو بذارید. خیلی بسازید. ما میشینیم میبینیم کیف میکنیم گپ میزنیم. خیلی لذت بخشه. خیلی دلمون تنگ شده بود برای امین جان، زاکر جان رو که ریاکشن رفته بودیم، اما باز هم خیلی خوشحال شدیم که کنار امین جان دیدیمشون. بیشتر و بیشترتون رو ویدیو کلیپ بدین و کلی رو استیجا ببینیم. ایشالله. دمتون گرم. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. به امید دیدار. خدا نگهدار. پرید. سلام علیکم. اوه سلام علیکم. اوه خیلی تو شو کردی؟ اوه خیلی خوب بود ریاکشن همین جون رو نگاه کن.